خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه چنل گل گل. من ناراحتم. الان باید این ویدیو آشپزی می بود. انشالله ویدیوی بعدی. نه این ویدیو باید برای من آشپزی می‌کردی و من این ویدیو یه چیز دیگه است. تو این ویدیو باید سربلند بیرون بیای. من که همیشه سربلندم. خیلی ویدیو مهمیه. امروز می‌خوایم یکی از چالشایی که توی تیک تاک هست رو انجام بدیم. از اینا که اگه پارتنرت فلان کارو بکنه چقدر ناراحت میشی. از 1 تا 10 شماره گذاری داریم. بدترینش رو بعد رتبه 1 بذاری، یعنی خیلی ناراحت میشی. اونایی هم که یه ذره بزیش کمتر رو میذاری 10. اون پای ما ایناست. خب برای من جز رتبه 1 چیزی وجود نداره. فقط 1. دونه دونه شادی عکس‌ها رو بهمون نشون میده. شما هم که دارین می‌بینید. سایت هاگ یعنی چی؟ هاگ یا هوگه؟ هاگ. سطح اطلاعات زبان رفیقم در این حد. هاگ یا هوگه؟ خب این یعنی یکی فکر کنه که اینجاست بیاد اینجوری بشنه. روی خورده. شما تو بزن. میگم شما تو بزن. ببین آخه برای ما پسرا این خیلی لاستونه است. من چون میدونم چیزای خیلی بدتری هست. 7. نه من 7 نه. 7 زیادشه. خیلی چیزای بدتری هست. گوه خورده اینجوری من میشه. میذارمش 9. غلط کرده وقتی من اینجام نمیتونه بیاد اینجوری کنه. الان چیزای دیگر رو ببینه سکته میکنه. آی تو آی. یعنی چی؟ خیلی بده. یعنی چی؟ اینجوری بغل کنه. این فقط تو دنس این شکلی بغل کردن. یعنی دنس اوکیه؟ من گوه خورده برقصه با پارتنرم. پس این خیلی بده. 2. این انقدر با هم دیگه فاصله این کارو دارن. دماغ به دماغن. 2. نه این پیشونی به پیشونی بود. دماغ به دماغم داریم. داره فکر کنم. 2 پس دماغ به دماغ میذارم 1. من میذارم آخه خیلی بده. خیلی بده. بدترم بریم آخه بچه. بدترم هست. 3. بک هاگ. حالا از پشت بغل کردن. دارم میشم. تو ساید هاگو گفتید 7. بعد میگی حالا پشت بغلش ببین مثلا میشه بگی اینجوری. خیلی بده. 3. 5. آخه یه چیز بگم، خب مثلا یه دختر پسر پشت بغل کنه اونقدر بد نیست که یه پسر یه دختر پشت بغل کنه. خب یعنی چی؟ The unprotected hog. بغله بی‌حس. خب ببخشید پارتنرم اون قرمز است یا اون آبیه است؟ آفرین این خیلی مهمه. اگه آبیه باشه من 10 میدم بهش. اوکی. دستشو میبوسم. ولی اگه اون قرمزه باشه من اگه الان جواب من پارتنر آبیه است. من میگیرم رو اینکه پارتنرم آبیه است و دارم تشویقش میکنم. 10. منم 10 میذارم. ببین طرف از پشت بغل کنه ولی اینجوری بغل نکنه. پسر منو بکشه. ولی اینجوری بغل نکنه. همش 1. 4. من قرار نیست یعنی سرشونو بزن روشون هم رست کنن. گوه خورده. کل ویدیو من بیادب میشم خب تو این ویدیو. آخه ببین اینکه سرشو بزنه اوکی، حالت دسته اوکی. آره یعنی چی اینجوری بغل دور کرده؟ کمر رفته. بفرما. خیلی بد. بفرما. من می‌خواستم بعدیشو مقیاس بزنم. خیلی بده. 4. من 4 فکر کنم پر باشه. 6 فکر کنم جا دارم. چون باز بدتر. 1. بعد ببین شاید بالشت رو گذاشته رو دیوار تکیه. در هر صورت بده. اصلا قبل اینکه میدونی از این حالت بخوای بری به این حالت، قبل اون حالت من سر جفتشون رو با تیر زدم و اصلا این حالت نمیرسه. نه ببین این سوی داستان داره. بذار برات تعریف کنم. فقط سرش رو گذاشتن بغل هم دیگه خوابیدن. فقط خواب بوده. فقط خواب بوده. آره من شاهدم. فقط خواب بوده. پس بذار 10. نه دهم پره. هیچ پایین تری ندادی که خالی دارم. 5 خالی تره. گفتم این کارو نکن خیلی چیزای بدی میاد. داره حالم بد میشه. تازه از این بدترم هست. Destroyed. آخه خودشو بغل کنه. این منم. نه 8 تونست 10 باشه ولی خب چون 9 و 10 هم پره 8. به زور داره بغلش میکنه. آبیه پارتنرم نیست. قرمزه که پشماش ریخته پارتنرم این سری. من میگم تو قبلی گرفتیم آبیه پارتنرمه. تو اینم بگیریم آبیه پارتنرمه که درست رفته باشیم جلو. نمیخوام من یکی آبیه بگیرم پارتنرم. یعنی چی پارتنرم باید اینقدر با احساس و اینقدر ذوق و شوق بره یکی رو بغل کنه؟ خب تو به من چه که پاییناتو پر کردی من بهت گفتم برو بابا همین مونده. یکی اینجوری ویست بگیره پارتنرم رو بغل کنه. 8. 3. دست تو جیب هم دیگه کردم. جیب
اوکی. بذار من اینو الان برات یه ذره توصیف کنم. فرض کن فقط تو داریم با یکی، من مثلا همینجور راه میرم تو خیابون، یهو میگه چطوری خوشگل. نه آقا چطوری خوشگل که نه، به من میزنه، من که نمیزنم بهش. بزنه بهت بگه چطوری خوشگله. خب هم تو رو جر میدم. فرض کن. خب باشه دارم فرض میکنم جوابتو میدم دیگه. الان که به واقعیت نرسیده. خب باشه بالاخره من جوابتو میدم، میگم هم تو رو جر میدم همونو. تصور نکن. 6 پارتنر جیب قاپه. آقا من نگاه کن، من اصلا دست کرد تو جیبش گوشی چیز دیگه. ببین من بعضی وقتا من تنبلم، خب دستم تو جیبمه، میگم یه دست کن تو جیبم یه چیز بردار. یعنی یکی بیاد دست کنه تو جیب پارتنرت، یه پسر تو 6 تا کلا ناراحت میشی؟ مجبورم چون بالاتر از 6 نه. آها داری خودتو قانع میکنی فقط. تو نگاه کن، من دستم اینجوری، خب میگم یه دقیقه کیف پولم از پشت در بیارم، میتونم دستمو در بیارم ولی حال ندارم. یه دقیقه در بیار کیف پولمو. تا وقتی که خودت دست داری احتیاجی نیست. بابا باریکلا. پارت بعدی بوس کردنه. اگه یه نفر پارتنرتو اینجوری ببوسه چقدر؟ ببین بوس کلش بده. خب یعنی بغلو من میگم اوکی، مثلا اینطوری که سلام چطوری، خب ولی بوس نمیتونی بگی سلام. بوس کلا نه کنسل. من برای هر کدومش میشه یه داستان بذارم، بعد تو رتبتو بگی، بعد تو داستان بذار من رتبه‌مو بگم. اوکی. ببین فرض کن من این داستان دارم برات تعریف کنم. اینجا پر جوشه، خب بعد زخم شده، میگم نمیتونی صورتمو بوس کنی. خب بنده خود جای دیگه ای رو برای بوس نداره که مجبوری گردنمو بوس کنه. چرا باید بوست کنه اگه دختر غریبه نیست، مثلا آشناه، میشناسیمش، آشنا هم باشه، لپمو نمیتونه، دختر عممه. نه این عکس‌ها بر فرض اینه که یک دختر غریبه مثال دوست اومده داره گردنتو بوس میکنه. نه گردنمو نمیخواسته بوس کنه که لپام زخم شده. بچه‌ها من یه فکتی بیارم، دعوا نکن، اینا جفتشون پسر. نه پسر اشکال نداره. 10 بوست کنه. نه پسر که نیستشون. دارم 3 2 فرنچ کیس. گوه خوردی 7 جد آباد تو خوردی. 1 2 ببین فاصله بینی تا بینی شاید. ببین دیدی بعضی وقتا سرده، خب بعد فرض کن مثلا دختر اومده میگه که ببین بیا. بچه‌ها میبینین پسر همینقدر راحت میتونن خرتو کنن ولی شما خر نشی. بابا باریکلا. سرده آقا، من نمیخوام کسی رو خر کنم. همین دلیلا اصلا میگن که پنگوانا هم دیگر اینجوری بوس میکنن. بچه قانع نشینن. میبینین پسر چقدر وزن. 4 ببین خیلی بده، همه بوسا یکم ولی خب اینا به اندازه‌ای به هم دیگه نزدیک شدن، یعنی اینجوریان که دماغاشون به هم برخورد کرده. نگاه این دماغ یک فرد فقط اینقدر فاصله داره، خیلی بده. بازم بده. من ناکو دماغم اینقدر مسلماً کسی که اومده اونجوری داره میکنه یه دماغ خرطومی داره، اون اینجاست. با دوست پسرم هر شخصی هست باید اندازه یک گوسفند ماده فاصله داشته باشه. بده 3 برای من همه چی ایراد داره. من گوشم گرفته راستشو بخوای، بعد اومد مثلا اینجوری کرد گفت خوب میشه ان شاء الله. چرا یکی باید بیاد گوشتو بوس کنه بگه خوب میشه ان شاء الله؟ برو دکتر. تو چرا نمیری دکتر؟ خب کسی نمیاد گوشمو بوس کنه بگه خوب میشه ان شاء الله. 6 7 5 آخه اینا خیلی بدن دیگه، کجاشو میخواد بوس کنه؟ خب این میشه همون فرنچ کیس. نه فرنچ کیس خیلی بدتره. فرنچ کیس بدتر. اینو قیب میکنن دیگه. این 2 دیگه. وقتی اون یکه 2 نداره، این یکه، این باید قطعا 2 باشه. خیلی بده. من 4 دارم فقط. 4 وای بابا این چه ویدیویی آخه؟ خب من رو همش حساسم. یه دختره که باید دوست پسرمو ماچ کنه من جر میخورم. تنها جایی که میتونم بخندم. اصلا پسر داریم ما. بیا بوس کن، بپاشو بوس. موجه هاشون هم دیگر بوس میکنن. باترفلای کیس که اصلا آموزش زبان. یعنی باز هم خیلی نزدیکن. آره این از دماغ نزدیک‌تره. خیلی زیادی نزدیک شدی. اصلا نمیتونم اینجوری درک کنم یعنی چی که باید بیاد طرف با باترفلای کیس بکنه. با کواد باترفلای کیس. من نزدیکترین عددی که به یک این کار دارم پاک میشه. 6. اینم نمیاد ویدیو دارم. منم 6. ایر کیس. از هوا هم دیگه رو بوس میکنه. بازم من مشکل دارم. مثلا یه کسی داره یه گو خورده. داره گوخوری میکنه و تو میخوای برای اینکه هرسون در بیاری اینطوری که جوجو ما چی کردنی اینجوریه. یعنی اون داره اینجوری به تو میگه؟ آها اون داره اینجوری میکنه. نه تو داری اینجوری. من فکر کنم من دارم این کار میکنم. داستان بگو. اون این کار میکنه کار زشتی بیادبه. نه این تو
مچ کردنی لپتو بکش. دیگه تماس ندارن که نو. به نسبت اون آره دیگه. اسپایدرمن کیست؟ اوکی اسپایدرمن وجود داره. اسپایدرمن بود تو بیا ببوس. میتونستی از سقف آویزوشو ببوس. من میذارمش 8 دیگه. کمترین چیزی که دارم همینه دیگه، چیکار کنم؟ منم میذارم 9. فورهد کریس. پیشونیشو بوس کنه. بالا این کاملا ابراز عشق و محبته. آره. نه بچه‌ها نشونه بیشتر عشق نیست. احترام پیشونی بوس کردن. عشق و محبته. یک پسر فقط پیشونی اون کسی که دوستش داره رو میبوسه. بابا باریکلا. کسی که دوستش داره رو خیلی میبوسه. پیشونی رو من بیشتر احترام میبینم، ولی خب بعد یه دختر بیاد پیشونی دوست پسرم ببوسه. دیدی مثلا مرد فامیل میخوان مثلا دختر رو بوس نمیکنن سرشو بوس. مرد آفرین فامیل پیشونیشون رو بوس میکنن لپا رو چون بوس نمیکنن چون نمیخوان عشق. احترام دست بوسیدنه. احترام برای بزرگتراست. همون آخری دیگه هرچی مونده میره تو همون. کاتگوری بعدی حسودی کردنه. چیزای اونقدر بدی توش نیست، ولی خب یه سری نکته های ریزی داره که باید بهشون دقت کرد. یه جا بره که تو دعوت نباشی، بدون تو بره. نباید بره. واقعا نباید بره. ولی خب 7 حالا شاید مثلا دوستانه دخترونه من دعوت نیستم. خب یه مهمونی بره. نباید بره مهمونی. خب بابا چند؟ چرا رفته؟ و نباید بره. دعوت نیستم باید احترام بذاره نره. 3 4 4 چند بدم؟ 1 2 من نمیدونم بعد غلط کرده. محافظه کارم 4 مقایست کنه توی روابط‌های سوشال مدیا. 1 غلط میکنه. نه 3 ببخش. آروم باش. 5 خب ممکنه چیزی آدم حسودی نیستی. نه خب مثلا مقایسه من خیلی حسودم. اگه عکس دختری رو لایک کنه بعد عکس منو لایک نکنه چی؟ به اینکه یکی دیگه پولدارتره توجه کنه، بگه که چون پول نداری من به اینکه پولدارتره توجه میکنم. من ناراحت میشم، حسودی نمیکنم. 7 ناراحت میشم که همچین آدمی انتخاب کردم که داره به خاطر پول میره. 7 چرا باید حسودی کنم؟ نه که بره دیگه. آره اگه میری 7. برو. برو به خاطر پول میری برو. چند؟ دیگه این برای پیدات نشه. فقط وقتی من پولدار شدم اومدی خواستی تو بنزم بشینی و من در برات باز نکردم اون موقع خب پس فهمیدید بچه‌ها محکول بنز میخره به پشت ماکان راضی نیست. درست میگی من پشت ماکان. خدایا ممنونم. مرسی. پشت ماکان بعدی college getting promotion ترفی بگیره مثلا اینکه